اگر با کودک دچار خفگی روبرو شدید، ضمن حفظ خونسردی 5 ضربه به پشت او بزنید. Emily, open wide. Okay. All right, Daddy knows what to do. ضربه به پشت باعث ایجاد فشار و لرزش قوی در مجرای هوایی می شود. این روش برای نوزادی که دچار خفگی شده بسیار مؤثر است. بیرون آمدن جسم خارجی به نوزاد امکان تنفس دوباره می دهد. توجه داشته باشید که هنگام انجام این روش سر نوزاد را نگه دارید. چنانچه به روش ضربه به پشت جسم خارجی بیرون نیامد، از این روش استفاده کنید. فشردن قفسه سینه هوای داخل ریه نوزاد را به بیرون هدایت می کند و باعث رفع انسداد در نوزاد دچار خفگی می شود. خروج جسم و رفع گرفتگی باعث تنفس دوباره نوزاد می شود. Yes, I know, sweet. I know. All right, darling.